برای اولین بار توی برنامه با اعتماد به این مرد درستی که اینجا میزبانه میخوام اینو بگم. ما جناب خان ساتوشی هستم. ساتوشی معروف خالق بیت کوین. ساتوشی معروف خالق بیت کوین. قصه کامل خلق بیت کوین اینجا برات بشکافم. ما 4 تا رفیق قدیمی بودیم. ما ساتوشی، دوستم تا پا میشی تا میشه، دوستش تا میشینی وا میشه، و یکی دیگه بود تاتاشی نمیدونم چی. فامیلی او دقیقا یادم نمیاد، دیگه فامیلش هم مناسب نبود. اونم تاتاشی چی هیچی بگذاریم کار داریم. آره این تا میشینی وا میشه و تا میشینی تا میشه و تا پا میشی میشینی، این دوتا همشی هم قاطی میکن. اینا بعدن که بزرگ شدن رفتن تو کار تجارت صندلی سینما و اینا. او یکی تاتاشی نمیدونم فلان اصلا رفت تو کارهای بد، مسیرش منحرف شد که چی کار داریم ما. اصلا رفت توی حوزه‌های دیگه ای که ما هم دیگه دوستیم باش کامل قطع کرد. که ما بودم سری یک تیم تخصصی تشکیل داد. تیم تخصصی متشکل از خودم ساتوشی، احمد توگوشی، محمود موموشی، وحید گوگوشی و بهنام شوهر شهلام خواهر احلام کار کردیم و بیت کوین اختراع کردیم. خیلی هم ترکون